گرامی هیچگاه کوشش نکنین که جنگای مذهبی را در افغانستان شما دامن بزنین. کافی است که هزارها و صد هزارها انسان در سوریه و در عراق و در لیبیا و امثال هم به نام سونی کشتین. حالا شما من دوباره یک کار، من برای شما یک چیزی بسیار واضح میگم. سوشال میدیا که است یک تصویر کوچک است از افغانستان است. سیدای یک تعداد سیدای بزرگوار که در جامعه فارسی زبان بزرگ شدن مثل فرید سادات و مثل جوانایی هستند که 24 ساعت به مردم توهین و تحقیر روا می‌دارند، ولی سیدایی که در بین پشتونها بزرگ شدن بسیار با عزت، با شرف، با رسوخ هستند. یک سید در جامعه پشتون نمی‌بینین که حداقل کار شاقه کرده باشند. یک سید در جامعه پشتون نمی‌بینین که خیانت کرده باشه، از پاکستان و از ایران و امثال هم با خر باروت آورده باشه، سرک پرنده باشه، مثل که یک تعداد سیدای ما متاسفانه در شورانزار کردن، کابل به خاک یکسان کردن، مردم افغانستان کشتن و قتل عام انجام دادن. عزیز دلم، برادر گرامی، احترامی که جامعه پشتون به سید داره به هیچ کس نداره. پشتونها به هیچ انسان سرخم نمیکنن، تن نمیدهن، ولی به دینشان بسیار پابند هستند. ما به سیدها یک تقدس خارق العاده داریم چون اهل بیت هستند. ما از ذکر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست داریم، از خاطر از او ما اهل بیت شان را دوست داریم، خانواده شان را دوست داریم و بالاخره نسل از اونها را دوست داریم. عزیز دل گرامی من، شما میایین از برادرای اسماعیلی صحبت میکنن. برادرای اسماعیلی را اگر ما براتون شروع بکنیم باز ناراحت میشین، خفه میشین. پروژه های سیستماتیکی که مردم اسماعیلی آوردن و کوشش کردن که همین لازم شما کوشش میکنین که جنگ های مذهبی را در آب بیندازین، این فراموش مردم افغانستان نمیشه. دانه دانه پیش ما یادداشت هستن. گرامی، هیچگاه کوشش نکنین که مردم افغانستان به اساس مذهب یا به اساس موارد دیگه که شما آموزش دیدین او را جدا بسازین. سعید برادر ماست، ما برشان تقدس میدیم. در هر مجلس، در هر جرگه پشتون وقتی که سعید میاد از بالاترین مقام برخوردار هستند. ما مردم پشتون سعیدا را دستایشان میبوسیم، حتی کوشش میکنیم که اسم اطفال ما را سعیدا انتخاب بکنن. در تمام مراسم مقدس و محترم ما سعیدا را دعوت میکنیم، جرگه های خود بالای از اونا پیش میبریم و بالاخره تمام فیصله های ما را اینا انجام میدن. ما جامعه پشتون سعیدایی که در پشتونها هستن، شما برین یک بار از اونا بپرسید، شما یک دفعه از اونا احوالشان را جویا شوین که اونا چقدر یک زندگی با عزت دارن، چقدر با شرف زندگی میکنن، چقدر در آرامش زندگی میکنن. ما در هر رژیمی که آمده، هر تجاوزی که صورت گرفته، ما تا پای جان پشت سعیدها ایستاد بودیم و ایستاد خواهیم ماند. دفاع مردم سعید آنقدر بالای ما واجب است، آنقدر که از دین دفاع میکنیم، آنقدر که از مقدسات خود دفاع میکنیم و اینا را ما مردم مقدس میشماریم. جوان قماندان صاحب گرامی، چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. عزیزان دل، بزرگواران، مستقیم بیاین سر موضوع صحبت بکنین. نقش مردم سادات در بین سایر اقوام، بیا سر نقش دینی و مذهبیش صحبت بکن، بیا سر نقش اجتماعی و سیاسیش صحبت بکن، بیا سر نقش فرهنگیش صحبت بکن. شما کمپاین های جواسیسی بیگانه را اینجا بیادر در راه نیندازین. شما کوشش نکنین جنگ های مذهبی را در راه بندازین، افکار ما را خراب بکنین. ولی هیچگاه این گونه قضاوت درست نیست آقای سعید بزرگوار که یک کسی را شما اینجا بیاین مکمل قوم پشتون تارگت بکنین. یک موضوع دیگه که من اینجا میگن چرا این دستمال ما به مسابقه پشتون بر رسم احترام این دستمال سبز ما اینجا گذاشتیم، به این معنی که من بر شما عشق دارم، محبت دارم، دوستتان دارم. از شما ما دین را آموختیم، احادیث را آموختیم، تفاصیل را آموختیم. برای ما شما قاضی ها بودین، شما سارنوال ها بودین، شما مشکلات ما را حل کردین، شما استادانی بودین که از دستایتان از بوسیدن است. ولی یک تعداد مردمایی که میآیند و شما را دشمن میسازه به مردم پشتون، من کار ندارم. سعیدای واقعی که در پشتون بزرگ شدن اونا میدانند که ما چقدر اونا را احترام داریم.